شادن پژواک ناشر کتاب‌های دیجیتال تقدیم می‌کند. درمان تنبلی، توسعه نظم شخصی و ایجاد عادات بلند مدت برای دستیابی به اهداف. نویسنده استفان مارتین، مترجم فاطمه اسماعیلی، گوینده رامین سیامی. مقدمه. اراده من آینده من را رقم خواهد زد. این که من شکست بخورم یا موفق شوم، مسئولیت آن با خودم است. من قدرتمند هستم. من میتوانم موانع پیش روی خود را از بین ببرم یا اینکه در پیچ و خم راه گم شوم. این به انتخاب من بستگی دارد. انتخاب و مسئولیت پذیری من برد یا باخت را تعیین می کند. من تنها کسی هستم که کلید سرنوشت خودم را در دست دارم. الیان مکسول، هنرپیشه تئاتر و تلویزیون. دنیا پر از افراد موفق در زمینه‌های مختلفه. بعضی از افراد تمایل دارن تا از همه چیزای خوب در زندگیشون لذت ببرن. به نظر میرسه که همه چیز در جهت علاقه اونا پیش میره و اونا یه زندگی راضی کننده در رفاه و شادی دارن. خیلی از افراد در سن جوانی که پر از توانایی و استعداد، امیدهای بزرگ و آرزوهایی برای آینده است، شروع به کار میکنن. با این وجود فقط تعداد کمی از این افراد میتونن به اهدافشون برسن، روابطشون رو گسترش بدن و کسب و کار موفق داشته باشن. نظم و انضباط شخصی اون چیزیه که افراد موفق رو از افراد ناموفق جدا میکنه. همه افراد دنبال موفقیتن. اما با این وجود چند نفر واقعا برای رسیدن به موفقیت تلاش میکنن؟ همه ما لایق اینیم تا زندگی رویاییمون رو داشته باشیم. از جمله ازدواج کردن با همسر ایدئال، رفتن به تعطیلات، زندگی کردن دور از هر گونه بیماری، توانایی خرید هر اونچه که نیاز داریم و دستیابی به موفقیت‌های مالی. با این وجود حقیقت اینه که همه افراد مایل نیستن تا هزینه رسیدن به این زندگی رو پرداخت کنن. همه ما میدونیم که موفقیت به سادگی توی بشقاب نقره به ما داده نمیشه. ما تو عمق وجودمون میدونیم که برای رسیدن به اهدافمون و تبدیل رویامون به واقعیت چه کاری رو باید انجام بدیم. مثلا به عنوان شخصی که اضافه وزن داره، میدونم که چه کاری باید انجام بدم تا وزنمو کم کنم. یه محصل میدونه چه کاری باید انجام بده تا نمره‌هاش بیشتر بشن و موفق‌تر بشه. یه خانم یا یه آقا میدونه که چه چیزی میتونه اونا رو تبدیل به خانواده بهتر کنه و همراه بهتری برای شریک زندگیش باشه. یه آدم معتاد به قدمایی که لازمه برداره تا اعتیادش رو از بین ببره آگاهه. همه ما به طور ذاتی میدونیم که چه کارایی لازمه انجام بدیم تا به هدفمون برسیم و زندگی بهتری داشته باشیم. اما دقیقاً مشکل همینجاست. آیا حاضریم تا کارای مورد نیاز رو انجام بدیم؟ ما به هر دلیلی اراده و نظم شخصی لازم برای انجام کارایی که ما رو به هدفمون میرسونه نداریم. خیلی از افراد که انگیزه کمتری دارن تمایل دارن که دائما کاراشون رو به تعویق بندازن و به نظر میرسه که نمیتونن برای رسیدن به خواسته قلبیشون تلاش کنن. بعضی از افراد هم برای شروع نکردن کاراشون بهونه تراشی میکنن. اینجاست که قدرت انضباط شخصی خودشون نشون میده. این چقدر زیباست که به کاهش وزن تمایل داشته باشید و قلبتون رو با اون همراه کنید و در جهت رسیدن به اون تلاش کنید. چه چیزی شگفت‌انگیزتر از اینه که به عنوان یه فرد محصل بهترین نمرات رو به دست بیارید. تعهد به ورزش کردن سخته، اما تصور کنید که اگه شما به انجام اون متعهد بشید،
چقدر زیبایی و سلامت جسمانی و براتون به ارمغان میاره. شما میتونید با آموزش و طرز فکر صحیح قلبتون رو برای رسیدن به خواسته ها و هدفاتون همراه کنید. شما میتونید خودتون رو آموزش بدید تا قوی باشید و طرز فکر درستی ایجاد کنید. تنها چیزی که باید بدونید و اونو تو ذهنتون به خاطر بسپرید اینه که افرادی که امروز موفقن از انضباط شخصی بالایی برخوردارن. علاوه بر این، اونا این عادت رو همراه با تمرینای ذهنی و نگرش‌های صحیح تو خودشون پرورش میدن. مثلا کسی که تو